با درود بر شما هموطنان گرامی، یه متنی هست راجع به مضرات روزه از نظر پزشکی براتون میخونم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. پروفسور ویلیام جارویس، استاد بازنشسته دانشکده پزشکی لومالیندا آمریکا، متخصص سلامت عمومی و مدافع حقوق مصرف کنندگان در آمریکا است. تخصص‌های او شامل بهداشت آب، سلامت عمومی، پیشگیری و واکسیناسیون و تکنولوژی غذا است. دکتر جارویس از مخالفان سرسخت روزه نیز هست. متن زیر ترجمه مقاله‌ای از این نخبه پزشکی آمریکا درباره زیانهای روزه برای بدن است. البته متن خلاصه شده. روزه شامل دست کشیدن داوطلبانه از خوردن آب و غذا یا فقط غذا برای مدت مشخص است. روزه دارای سابقه طولانی در تاریخ دارد که به دلایل مختلف مذهبی و سیاسی انجام شده است. برخی پزشکان مذهبی برای توجیه و تراشیدن فواید علمی برای آن از روزه به عنوان پاکسازی بدن یا درمان هر درد یاد می کنند. از جمله می توان به هربرت شلتون، نویسنده کتاب Fit for Life اشاره کرد که در سال 1981 منتشر شد و پر از اطلاعات علمی اشتباه بود. برخلاف ادعاهای طرفداران، روزه بدن را پاکسازی نمی کند و باعث استراحت کبد نمی شود، ولی البته باعث انباشت سم در بدن و امراض کبد می شود، چون با فشار بر کلیه باعث انباشت ترشحات سمی مانند اوره می شود. روزه می تواند برای سلامتی خطرناک باشد، به ویژه وقتی به دلایل مذهبی و سیاسی و بدون توجه به مسائل علمی و پزشکی اتخاذ شود. مثلا در رژیم روزه شلتون که همطور که قبلا گفتم پر از اشتباهات علمی هم بود، شکل و مدت برای افراد در سنین مختلف و شرایط گوناگون بدنی کاملا متفاوت بود، ولی در روزه‌های مذهبی و سیاسی همین مسائل هم رعایت نمی شود. یعنی همون روزه که یک مرد 30 ساله میگیره همون روزه یک دختر 9 ساله میگیره. طرفداران روزه میگویند به دلیل روزه بسیاری از سموم از بدن خارج می شود، اما باید بدانید در مقابل شما در معرض هپاتیت، اختلالات کلیه، بیماری‌های خون، بیماری‌های قلبی، ورم مفاصل، بیماری‌های اعصاب و روان و یا حتی سرطان بستگی به شرایط ارثی یا نقاط ضعف ساختاری بدن شما قرار می‌گیرید. تغییرات شیمیایی در خون و در طول روزه می‌تواند تأثیرات خطرناکی بر سیستم بدن داشته باشد، از جمله احتمال مسمومیت‌های استامینوفنی که همراه با برخی داروها رخ می‌دهد، برهم خوردن تعادل گرمایی بدن، تشنگی مفرط، ضعف و نقصان مواد غذایی مورد نیاز بافت‌های بدن از جمله جنبه‌های منفی روزه گرفتن است. ایجاد اختلالات عصبی همراه با سردرد، بیخوابی و خستگی مفرط از دیگر عوارض روزه‌داری است. هنگامی که بدن با کمبود انرژی مواجه می شود، بدن طی فرایندی به نام کاتابولیسم شروع به شکستن ماهیچه ها و دیگر بافت های پروتئینی و تبدیل آنها به انرژی می کند. این کاتابولیسم در حالت روزه در واقع نوعی خودخوری محسوب می شود که ابتدا اوره و آمونیاک به عنوان مواد فرعی منجر به افزایش اسیدیته خون می شود. نتیجه اسیدی شدن خون ضعف، خستگی شدید، کج‌خلقی، افسردگی، کاهش میل جنسی و احساس کسالت است. روزه علاوه بر سمی کردن خون با مواد اسیدی مانع از دفع کامل آنها از بدن نیز می شود. روزه باعث از دست رفتن سریع آب، پتاسیم و سدیم می شود. کاهش آب بدن منجر به کاهش حجم خون و در نتیجه کاهش فشار خون خواهد شد که به سرگیجه، احساس ضعف یا غش منتهی می شود.
کمبود شدید پتاسیم منجر به هم خوردن ریتم ضربان قلب می گردد. این افت تپش قلب حتی ممکن است در مواردی به مرگ بیانجامد. کسانی که روزه می گیرند ممکن است همچنین به کمخونی، ضعف ایمنی بدن، آسیب‌های کلیوی یا کبدی مبتلا گردند. همچنین آسیب‌های معده، روده‌ای یا نارسایی‌های گوارشی می‌تواند تا چند هفته یا چند ماه بعد ادامه داشته باشد. روزه خصوصاً برای کودکان خطرناک است. از دست رفتن آب بیش از حد باعث کاهش سطح هوشیاری و یبوست و سنگ کلیه می شود. به جز مغز که بیشتر از هر ارگان دیگری در بدن نیاز دائمی به گلوکوز دارد و کمبودش باعث آسیب به مغز می شود، پایین آمدن شدید قند خون در نتیجه روزه باعث می شود بدن برای تأمین کالری مورد نیاز شروع به کاتابولیسم، تجزیه بافت عضلانی و یا سایر پروتئین های بدن کند. در هنگام روزه شکل کاتابولیسم بدن تبدیل به خودخواری می شود که با ترکیب با سایر نتایج روزه مثل افزایش آمونیاک و اوره منجر به خستگی، تحریک پذیری، افسردگی، میل جنسی کم و احساس بیماری می شود. روزه منجر به از دست دادن سریع آب، سدیم و پتاسیم است. این کار سبب کاهش حجم خون می شود. همچنین کمخونی، کاهش ایمنی بدن، پوکی استخوان، صدمه به کلیه یا آسیب کلیوی از دیگر عوارض روزه است. در پایان به شدت توصیه می کنم از روزه طولانی بپرهیزید، به خصوص اگر روزه شامل آب نخوردن هم هست. بیش از 6 ساعت آن را ادامه ندهید یا منتظر عواقب بد بر سلامتی خود باشید. پاینده ایران، بدرود.